سلام، به کانال ما خوش اومدین. سلام، من پرستوام. منم مهدیم. ما زن و شوهریم و خیلی با هم اختلاف سلیقه داریم. فیلم میبینیم، دعوا میکنیم. تا اینجا جدل. دلو دادم به تو جزیره، دلم دیگه تنهایی نمیپذیره، یکی شدیم واسه فردای بهتر. همونطور که شما مشغول دیدن عشق ابدی بودید، ما رفتیم من خودم بودم. آره سینما ببینیم چی میگن که سینما ایران به درد نمیخوره و ما این محتوا خوبه برامون و مشغولمون میکنه و رفتیم فیلم بی سر و صدا رو دیدیم. بی سر و صدا، تهیه کننده و کارگردان مجید رضا مصطفوی. فیلمی که پربازیگر، یه دوجین بازیگر توشه و به نظر میاد که این بازیگرا فیلم بعد انتخاب نمیکنن، چون حداقل یکیشون با مورگان فریمن هم بازی بوده و گول خوردیم دیگه. قشنگ من خودم رو یک گول خورده میدونم، چون که مهدی گفت خیلی تعریف شنیده ازش توی اینستا. بریم از بین همه فیلم ها بی سر و صدا رو انتخاب کردیم. ببین زیبا صدای همکنه رسول صدرآملی بود که یک عاشقانه پدر دختریه میگن و این بی سر و صدا با توجه به بازیگراش و حالا سابقه کارگرانش هم نداشتم. فکر نمی کنم اصلا کاری کرده باشه مصطفوی، چون قشنگ معلوم بود که به خاطر اینکه کار اولشه و هیچ کس نمیره فیلمشو ببینه مجبور شده دوجین بازیگر بیاره که یه جوریایی دیده بشه، به خاطر مثلا بازیگرا بیان مردم کشیده بشن. نمیدونم شاید سیاستش این بوده باشه یا نه، ولی دقیقا میشه گفت یه مدت نشسته اینستاگرام اسکرول کرده چه نکته قشنگی. وای آره آفرین چه جمله قشنگی، اینو بکنم فیلم نام. آفرین. شعار اصلا خط داستانی نداشت. مسئله من اولین موضوعم با فیلم اینه که هیچ خط داستانی واحدی نداشت. ببین داستان اینطوری که یک کارگری با واسطه فامیل و آشنابازیشون وارد یک کارگاه پرورش الاغ میشه. خر نه، الاغ. تاکید دوستمون هم همین بود که اونجا شیر خر چیز میکنن، نمیدونم پنیر درست میکنن، این کارا که مثلا صادراتش جوابه. میگن مثلا میخورن، خارجی ها میخورن که جوان ساز و اینا. درست کار کنیم، دقیق کار کنیم، درآمد اصلیمون اینجاست و خیلی قراره که بهتره کنیم. بعد این دوستمون هم پولای هنگفتی بهش میدن، هنوز کار شروع نکرده، به واسطه این آشنایی که داشته و اونو وارد این کارگاه کرده، یا مثلا 40 میلیون بهش میدن یهو. و این دوستمون هم علاقه بر این داره که یک رستورانی بزنه و داستان روند خودشو پیش میگیره. این بخش اول نمیخوام اسپویل کنیم، حالا بعد در بخش دوم که خواستیم اسپویل کنیم وارد جزئیاتش هم میشیم. خط داستانی که داشت این بود، یعنی این داشتمون قراره اتفاقاتی تو این کارگاه نگهداری و پرورش الاغ واسش رقم بخوره. بعد یک داستان خط اضافی داشت در کنارش، پسرش که اصلا کار نمیکرد، که اصلا برای ما مهم نبود که پسرش کیه، چی کار داره میکنه و انقدر زیاد بخواد بهش پرداخته بشه که به واسطه اون 4-5 تا بازیگر غول بخوان بیان توی اون صحنه هایی که به پسرش ارتباط داره باشن و اصلا یه داستانی که کار نمیکرد اصلا بی ربط، یعنی کمک نمیکرد به روند اصلی داستان. شاید مثلا قصدش این بوده که این کارگر ما وارد مشکلات پسرش هم بشه. فکر میکنم که بیشتر در ادامه اون بحث اسکرول کردن اینستاگرام مثلا ممکنه که با فیلم کوچه کابوس هم آشنا شده باشه کارگردان و بخواد بزنه به سمت سیرک و اینا، وگرنه چه دلیلی داره؟ عشق بی منطق، اون ماجرایی که توی سیرک بود بین آدما بی منطق، تهش نتیجه گیری سیرک بی منطق. حالا بذار راجع تو بخش اسپول قشنگ مفصل راجع به صحبت میکنیم، ولی در کل میگم که این خط داستانی کار نمیکرد. یک دنیای دیزنی درست کرده بود، پسر کارگر و یک آدم زوردار و عاشق و فلان و آدم زوردار کی بود؟ مهدی حسینی. قشنگ یک خط داستانی دیزنی وارد داستان اصلی ما که راجع به کارگره. بازی ها بد، همه بد، یعنی از مهران غفوریان و هانیه توسلی و فرشته حسینی بگیر تا خود مهدی حسینی بگیر. مهدی حسینی خب مسعود کرامتی بود اون باباش. فقط بکنم مثلا اون یه ذره اون باز مثلا یه نقششو درست بازی کرد، نمیخورد تو صورتمون. بچه هم رو مخ یک بازیگر نوجوانی داشتیم که بعد نمیخورد مثلا.
نقاط مثبتی هم داشت، به هر حال پروداکشن خوبی داشت، پروداکشن بزرگی داشت. بعد یه سری نماهای کار نکن، صداگذاری بد، وای صوتی صداگذاری. ببین صداگذاریش به نظر من به خاطر اصلاحیه هایی که بهش وارد شده بود ولی صداگذار نتونسته بود پس یه نواخت سازی اون اصلاحیه و روند اصلی صداگذاری شده بر بیاد. آخه در حد پلان 2 دقیقه 2 ثانیه‌ای یعنی چی؟ تو سیرک صوتی دیدیم. صوتی نبود، یعنی اصلاح خورده بود که آقا این دیالوگو نباید بگی، این دیالوگ به جاش جایگزین بشه. رفتن توی استودیو صدای مجدد رو گرفتن، یعنی سر صحنه نبوده که آمبیانس صحنه رو داشته باشه، اصلا آمبیانسی نبود، اکو بود. یعنی نمیتونستن یه صدای اکودار تولید بکنن برای 2 ثانیه. همین دیگه همون. مثلا اینطوری بود که فرشته حسینی داره یه سری شعار میده که توی فضای سیرک میپیچه که تو باید اینجوری کنی، اینجوری کنی، زندگی قشنگه نمیده به حال، ولی میداد اینجا. بعد یوهو یه دونه چیز اکو نداشت، عادی میگفت در ادامه اون شعارها. خیلی زیبا بود. داشت یکی دو مورد مهران غفوریان اینجوری صحبت میکرد، یکی دو مورد چیز صحبته خود پیمان معادی باز مثلا مورد داشت، صدا عوض میشد، تو اونا رو میفهمی، جنس صدا کامل عوض میشد چون مهدی صدا برداره. ولی اونجا ریورب مثلا پارچه ریورب میده، یعنی ریورب بازگشت صدا رو تو میشنوی، پژواک و این صحبت توی اتاق خالی دست میزنید صدا میپیچه. اونجوری صورت میگرفت، در صورتی که وقتی پارچه صدا رو جذب میکنه، صدا رو پس نمیده، ولی ما میشنیدیم. در ادامه یهو صدا انگار مثلا توی اتاق راه میرفت رو مثلا چمنا صدای چیز میومد، انگار مثلا یکی علفا رو هلوفار گرفته دستش اینجوری کنه، خرچ 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 خرچ، مثلا اینجوری فولی داشتن کار میکردن، یعنی تو استودیو صدا رو ضبط کردن و نمیخون، یا مثلا دور شده بود صدا انگار مثلا اینجا داره رو گوشت داره راه میره. این سوتوی مختلف زیاد داشت. منتهای مراتب انقدر همه چی بد بود که دیگه اینا اذیتت نمی‌کرد. حالا از اینجا میخوام اسپویل کنم. ببینید گوشت خر خیلی جا مثلا میگن کباب خر دارن داغ میکنن، یه سری ضرب المثل داریم. کل حرفش این بودش که آقا رستورانا دارن گوشت خر میدن به خورد مردم، نمیدونم ساده باشی سوارت میشن. این کارگر ساده رو گذاشتن بالا سر این سری آدما و زیر خودشون در مخفا دارن خر میبرن میکشن میدن دست رستورانا. این مهران غفوریان هی میگه من نمیخورم، نقرس و فلان اورم بیاد پایین، بعد این گوشت رو میخوره، نگاه میکنه رستوران چقدر زیاده، بعد آخر سر کارگره میاد میگه که آقا من گوشت رو بهم میگم ببر این رستوران، ببر اون رستوران، میگن چشم، و آخر سر عصبی میشه، کل اون کارگاه رو آتیش میزنه. یهو دیگه ساده نیست که نباید با این قضیه فیلم شروع بشه دیگه. من اصلا که مشکلات هم با همه فیلم ها اینطوری اینه که برای چی باید پلان آخر و سکانس آخر رو اول ببینیم. نه اون یه چیز دیگه است. چه چیز دیگه است؟ اولش فیلم ملخا حمله میکنن، اون سرکارگر میمیره، آتیش میگیره و میمیره، کات میخوره، تیتراژ فلان فلان فلان، میشینن دارن غذا میخورن، رستوران چلوق، مهران غفوریان گوشت نمیخوره، جوجه میخوره. بعد اسم پسرش پیمان معادی نگاه میکنه، هی حسرت نگاه میکنه، میگه رستوران چقدر آدم میاد میره، من دلم رستوران میخواد فلان. بعد این حالا در ادامه اون کارگره رو میمیره، میام پیمان معادی رو جای اون میذارن، اون فرق میکنه با اول. آره بعد متوجه شدی. ولی در ادامه این میخواد پول رو میگیره، پول هنگفته رو از این کارگره میگیره، یعنی سرکارگری که در زیر قضیه، زیر پوست قضیه داره خر مثلا میده به رستورانا. میره رستوران مغازه بین‌راهی رو اجاره میکنه، رنگش میکنه اینا، بعد میره مثلا آزمایش کنه که گوشت چجوری بده، میره گوشت میخره، حساب میکنن این ور اون ور، میگن دونه سیخی 100,000 تومان در میاد. میگه چه خبره، زیاده، ما نمیتونیم رقابت کنیم با اینا. بعد اون گوشتی که تو داری میخوری و اون همه آدم داره میره میاد، بالاخره داره یه همچین کارایی، یه کار قضیهش میلنگه که داره 100 تومن کمتر میده دیگه. خب میگن کیو، حالا میگه مثلا یه سری کاشتایی داشته که بخواد به اون برداشت برسه. بعد آخر سر یارو کارگری میاد میگه آقا من میگم برو فلان رستوران ببر، همون رستورانی که نشسته بود با حسرت نگاه میکرد متوجه شد که گوشت خر داشته تا الان میخورده. آخه چرا؟ بعد بازی‌های بعد، گریه‌های احساسی بعد، لحن بعد، یارو به مهران غفوریان، حالا من زیاد دارم صحبت میکنم تو لذت میبریم. مهران غفوریان مچشو میگیره پیمان معادی یه جا، یه سری خراک گم میشن، این بو میبره میره میگرده و اینا، شبا میاد پاس میده که مثلا اینا چیکار دارن میکنن، یا میونه سوار ماشین دارن میبرن.
مچشو میگیره میگه چیکار داری میکنی؟ تو داری به من نارو میزنی؟ نه به خدا فلان، اینجوری شروع میکنه گریه کردن. قشنگ به روز پیپک و جکی توی زیر آسمان شهر انگار مچشو گرفته موقع خالی بستن. خب الان من 2 ساعته فکر میگم ازش کار نکش سوخت دیگه. خب این مارکش از بقیه مارکا ارزونتر بود، منم همونقدر پول داشت. و حتی لنگ زدن پای پیمان معادی هم یه ذره اذیت کن بود. اونم مثلا میخواست یک ارجاع بده به داستان قدیم که من نمیدونم بی آر نیستم، بدشانسم. یکی از اون جملات اینستاگرامی که وسط فیلم گفته بود که من میومدیم بیرون مردم خیلی باش حال کرده بودن. خیلی هم نه، یه نفر دیده میگفت راست میگه دیگه بیچاره بدشانس بود. اینطوری بود. نه حالا شاید ولی تو خود ببخشید تو خود سینما تقریبا 90% آدما سرشون تو گوشی بود. اینطوری فیلمه خوب. آره دیگه، یعنی نمیگرفته، یه سری داستانا پرتت میکرد، سیرک مثلا اذیتت میکرد، به سره میرفت قایم میشد، از سوراخ نگاه میکرد، فرشته حسینی رو اذیتت میکرد. مالنا ساخته مگه؟ از سوراخ نگاه کنه فرشته حسینی داره کرم پود میماله به خودش. بعد داستان فرشته حسینی هم خوب نبود که قبلا بندباز بودم، بعد چون خانوما نمیتونستن بندبازی کنن الان شدم دلقک که معلوم نباشه دخترم یا پسر. شعار دیگه، یعنی میخواسته همه جوانب داشته باشه که مثلا دارم از حقوق خانوما دفاع میکنم که مثلا بتونن یه سری کارا رو انجام بدن و 1000 تا شعار دیگه، ولی همه تو ذوق زن اذیت کن. خلاصه که پولتون رو تو جوب نریزید، وقتتون رو هدر ندید. یعنی حتی اگر که میومد فیلمش هم ما میذاشتیم، من پشیمون بودم از دیدنش، چه برسه به اینکه هزینه کردیم. آره اگرم خیلی مشتاق سینما ایران رو ببینید که بعید میدونم همون دلو دادید به جزیره رو نگاه کنید، همین سینما خانگی که اومد تو فیلم و اینا ببینید. همین. من امتیازم به این فیلم 2.5، اونم به خاطر حضور پیمان معادی که بالاخره میکشوندته. حال میکردی حداقل پیمان معادی. امتیاز من بنده هم امتیاز قسمت نیست، یه وله ببینید. امتیاز بنده هم 2 به این فیلم با ارفاقا، یعنی سر لجبازی ها اون نیم نمره رو اصلا کم کرده که مثلا بگی من با تو فهم. نه به خدا مثلا یکی ناست، ولی دیگه حالا مثلا میگیم که خیلی خوب همین دوست داشتید ببینید، سلیقه خودتونه، خودتون میدونید، زندگی خودتونه. کاری بری. خداحافظ. خداحافظ.